خیلی خوب. شما مضمونی سخنرانی 1 ساعتی ما رو تو چند دقیقه بیان. خدا لعنت کند ناهمرهان سست عنصر را، فقط ارشاد مال مردم بدبخت پایین نیست. سهم سگ چیز ارشاد. فقط ارشاد را محدود در پوشش نباید دید. فقط منکر که موی لخت یا پوشیدن جین نیست. خدا لعنت کند در هر لباسی هست خائن را گناهی بدتر از غفلت از احوال مساکین نیست. آفرین. چرا خوابید مسئولین ارگان‌های فرهنگی؟ چرا